Assalomu alaykum shunavandagani muhtaram. Men muallimi kafedrai metodika tahsilot ibtidoi دانشکده صاحبکار آموزگاری تهران قبول پذیرم. موضوع امروزی ما باید به فن نظر متد تعلیم تکنولوژی و موضوع تعلیم تکنولوژی و واسطه‌های تکنولوژی یعنی تعریف رشد تکنولوژی را بفهمیم. دوره به موضوع نقش‌های زیر نوشته است. نقش تکنولوژی در جامعه، جریان‌های تکنولوژی و واسطه‌های تکنولوژی. در زمان حاضر معاصر تکنیک و حیات انسان را از هم جدا کردن خیلی دشوار. آنها عنصرهای با هم علاقمند می‌باشند. انسان تکنولوژی را برای معاشرت، سیاست، آموختن و خلاصه حیات ما را آسان‌تر می‌کند. از طرف دیگر همه آدمان در اساس نیازهای مشاهده شونده جامعه پیشرفته تکنولوژی استحسان می‌کنند. نقش تکنولوژی در ساحه‌ها چنین دیده می‌باشد: در خواجگی قشلاق، در نقلیه، در دیزاین، در کار، در سیاحت، نگاه داشتن سلامتی، در ساحه معارف و در ساحه علاقه. در ساحه قشلاق بیشتر تکنولوژی در رشد سازمان‌های انسانی نقش کلیدی می‌بازد و زیرا به آن اقتصاد، معارف، سیاست، مناسبت‌های بین شخصی و دیگر پهلوهای حیات هر روزه دخالت و شکل می‌دهد. در اینجا گفته بعضی ساحه‌هایی که با تاثیر تکنولوژی را دیدن ممکن است. اولین تاثیر مثلا در ساحه خواجگی قشلاق. خواجگی قشلاق در اول چنین طرز بود و در دور حاضر چخیل با رسمی حاضر دیدن ممکن است. در چنین رسمی ممکن است در زمان قدیم گذشته و در زمان حاضر که تکنولوژی را از طرف انسانیت آفریده شده است دیده ممکن است. مهنت ما را نسبتاً آسان‌تر می‌کند. در ساحه علاقه از حیات ما به علاقه وجود ندارد. ما از جای استفاده در همه کشورهای روی زمین با هم علاقمند کردن ممکن. در ساحه اینترنت و در حاضر در ساحه معارف ما و شما در ساحه معارف هم از تکنولوژی معاصر حاضر استفاده می‌کنیم. یکی آنها در جریان درس از ویدیو درس‌ها، ویدیو فیلم‌ها، از طریق اسکنرها، مولتی‌مدیا الهه‌ها استفاده می‌کنیم. در ساحه سیاحت یعنی ما در دوام درس در دوام حیات خود بسیار سیاحت‌ها می‌گذاریم. مثلا در درس‌های تکنولوژی سیاحت و کارهای لابراتواری و در زواد فابریکه گذراندن ممکن یا که در حیات انسان از یک کشور و دیگر کشورهای دیگر برای رفتن از تکنولوژی حاضر استفاده می‌کنند. سیاحت و ماهواره یکی از تکنولوژی‌هایی که در عصر 20 و حاضر عصر 21 دیده ممکن است. مثال این رابطه سیاحت و تکنولوژی که اولین قدم انسان و ماهتاب رسیده رفته است، این هم با واسطه تکنولوژی ها عمل برآمده است. در ساحه هر روزی ما و شما کار میکنیم. در ساحه نقل از یک منزل و منزل دیگر رفتن از ابزارهای حاضر استفاده میکنیم. این هم یک نمود تکنولوژی به حساب میاد. اکثر تکنولوژی در دور اولینه و دور حاضر رو دیده ممکن است. دور گذشته چقدر بود و دور حاضر چقدر است. چقدر حیات انسان از یک منزل به منزل دیگر با یاری نقلیه‌های آبی دیده ممکن است. با یاری هواپیما در دور اولینه چقدر مهنت را میکرد و دور حاضر رفت آمد ما و شما را آسان‌تر میکند و وقت معین تیزتر رفتن حرکت می‌کنند. در ساحه نقلیه در عصرهای گذشته و عصرهای حاضر متد تکنولوژی هر یک تکنولوژی با خود خاص افضلیت‌ها هست و کمبودی‌ها هست. ما و شما هر یک مثال آورده پر کردن ممکن. مثلا ساحه نقلیه به مثال بیاریم. افضلیت ما مثلا
مثلا رفت آمد ما رو بهتر میکند، کمبودها باشد از بعضی ماده های زهرناک هوا رو افراز کرده میکنه و دیگر نمود تکنولوژی ها رو امید تا دیده میکنه افزایش و کم میکنه. حاضر عصر ربات به حساب میرود. همه جریان سیمی ربات گذشته ساده است، ربات تکنیک گذشته ساده است. حاضر زمان تکنولوژی و در گذشته تکنولوژی ها که ممکن است در ساحه انرژی برق گرفتن در پیشینه در حاضره در اسباب‌های روزمره دیده ممکن است حاضر تکنولوژی ها در اسباب‌های تکنیک دیده ممکن است هم زمان هم نفس زمانی تکنیک خیلی بسیار احتمال خیلی آسان‌تر کردن شده است. موضوع اصلی عبارت برای ادامه تشکر.